خوراکی که با بو میپزد، با آب میپزد و خوراک سالم، خوراک ورزشکار است و من بسیار تبلیغ میکنم. به شما هم بعضا ویدیوهای غذای سالم و ناسالم میفرستم. من یک چی دارم، اقدام میکنم که هدف دارم که هر کجا ویدیویی که با هوش ساخته میشود و خوراک های سالم را ترغیب میکند یا خوراک های ناسالم را من با دوستانم میفرستم، از اون جمله به شما. سپاس، شما بسیار چیزهای نغز میفرستنید بنده. تشکر. بعدا شما که هدفتان فیلم سازی برای کودکان است، فیلم سازیم که برای کودکان باشد و غذای سالم را ترغیب کند و غذاهایی که به سلامتی کودک آسیب میرساند، یعنی که در اون فیلم گفته شود. من فکر میکنم سرپرست هم پیدا میکنم. چی فکر داره؟ فکر میکنم همین خیلی خاصه امروز کودکا مسئله غذا که بسیار پرابلمی کلانه. اکثری کودکای میبینم که خوردن نمیخوان، خاصه غذای سالم خوردن نمیخوان، فقط همون غذاهای ابلهانه است که چیپس و هات داگ، یعنی همین چیزای همیشه همین خیلی چیزای خوردن میخوان. فرزنده من همین خیلی منم با همین عقیده موافقم که ما برای کودکا همین خیلی کردن نشان داده توانیم که باید در ذهنشون همین چی پیدا شود. مثلا باید گفتن که نمیفهمد و یکیم چی خیلی راهش پیدا کردن در کار که باید همین خودش فهمد. برای من دشوار بود برای کودکانم فهموندن همین مسئله. وقتی که همراه اونها با فروشگاه می در آمدم چیزهایی رو انتخاب میکردن که یعنی که من آزرده میشدم، نوشاکی هایی رو انتخاب میکردن که من خیلی آزرده میشدم و در میان مغازه فهموندن خیلی دشوار است. بعدا همین گونه ویدیوها رو که جستجو کردم، چون الگوریتم شبکه‌های اجتماعی هم همین است که وقتی که یک ویدیو رو بسیار میبینی بعد همون رو نشان دادن میگیرد و من فقط درباره غذا ویدیو بسیار نشان میدم. بعد اون ویدیو رو با دوستانم میفرستادم، بعد شب خانه میموندم با کودکان نشان میدادم که ببین پسرم، ببین دخترم، انا این نوشاکی زهر است، انا این غذا سالم است، غذایی که در آب میپزد بهتر است از اون که غذایی که در روغن سرخ می شود. یعنی بعدا فهمیدم، بعدا حاضر با من هم فکر میکنم، ولی من فکر نمیکنم که دل کودک نمیکشد. دل کودک میکشد، ولی خب چی میکنن، یعنی که خودداری میکنن در نزد من. ولی اگر همین موضوع رو مثلا فیلم سازیم، شما چی فکر دارید؟ یک فیلم یا که یک سریال شود بهتر است؟ فکر میکنم شاید همین وایهای سریالی کوتاه، یک چند قسم سریالی کوتاه باشد بهتر است، برای آنکه حاضر کم آدما فرصت دارن که فیلم دراز رو تماشا کنن و این کوتاه هر روز امکان دارد که کم تماشا کنن. فکر میکنم این بهتر است. اصلا مثلا من خودم هم درباره همین همیشه فکر میکنم که ما باید یک کانتنتی خوب برای کودکان داشته باشیم. مثلا ما با اهل تیم ما یک همین خیلی فکر داریم، اما حالا قدرتمون نمیرسد، اما آینده همین نقشه داریم که یک کیناخانه کیدز شویم و اونجا هم رالیکای تربیوی کوتاه برای کودکا باشد، هم انیماسیون باشد و هم همین خیلی چیزهای موضوعی و مسئله های اجتماعی باشد که مثلا هر روز یا برخورد میکنن.
لیکن همین کار از کودکی کردن در کار برای آنکه وقتی که آدم کلانتر میشود و بعد میفهمد که این به درد نمیخورد، مثل اینکه مثلا آدم سیگار کشی عادت میکند و بعد میداند که این ضرر دارد اما باز هم میکشد. مثلا هستن نفرایی که مثلا از خوردیشان به قرار آمده که هیچگاه سیگار نمیکشن یا نمینوشن الکل. برای آنکه اینا در همون خوردیشان همین چیز جا شد در بهشون. خیلی اقدام خوب است شدن کانتنت. من فکر میکنم این گونه کانتنت ها، این گونه یعنی که شبکه ها برای کودکان یک نه 10 تا باشد که یعنی که کودکان انتخاب داشته باشند، یعنی که کودکان از این شبکه به اون شبکه گذارند و قهرمان اون شبکه ها هم بیشتر کودکان باشند، چهره های کودکان رو ما کشف کنیم. این خیلی تبلیغ خوب می شود. پیش از همه تبلیغ فرهنگ می شدیم. مثلا همین کودکای ما همیشه چیز خارجی که می‌بینن، چیز خارجی که کلام میشن و این کار اصلش باید همه ما در این باره فکر کنیم. روزی نخست نمایش فیلم پکنه عینکدار در شهر دوشنبه برای من خیلی تاثیرگذار بود. سخن مقدمه‌ای که شما گفتید در مورد زبان. بخشش میخوام. من با عزیز دلم اینجا آمدم برای اینکه من بسیار میخوام که همین بچه تاجیک کلام شود و همین فیلم عموما قرار این که من بعد فیلمو برای کودکا بگیریم از همین ایده تولد شد. وقتی در کوچه ها دیدیم که کودکا با کلتک شمشیر جنگ کرده، من جومانگ میگفتن. یا اینکه همین دخترم همینجا گفت که دادا ممکن است من اندیشه همه روسی نویسم. گفت این برای من فاجعه بزرگ بود و من قرار کردم که من بعد تمام دانش و هنر و کارم برای کودکان میبخشم تا اینکه اینا تاجیک تولد شوند، تاجیک بزرگ شوند. آفرین. این یک واقعیتی که چندین سال اینجا من همیشه از همین چیز در تشویش بودم و مثلا این که فرزندان من با من زبان روسی که صحبت میکنن، مثلا من چند بار گفتم من همیشه به تاجیکی جواب میدم که وای با من روسی صحبت میکند برای آنکه وای پیش از آن که من صحبت کنه چند ساعت با زبان روسی فیلم تماشا کرد، فیلم تماشا کرد و با همون اندیشه پیش من میاد گپ میزند و فکر میکند که وای با این کارش یک کاری زور کرده شده است. مثلا من میتونم وای بگم که ممکن نه با این زبان دیگه گپ نمیزنیم، اما این راهی حل نه. من این کار فقط در خانه خودم کرده میتونم، اما در خانه همسایم هیچ کار کرده نمیتونم. برای این پرابلم یک خانه من نیست، پرابلم تمام جمعیت ما است و من همین خیلی شد که به قرار آمدیم که ما باید برای کودکا کار کنیم. خب با یکی از دیگر سببایی که ما برای کودکا فیلم ساختن ما به ما تکان داد این که مثلا وقتی که ما فیلم میسازیم تماشابین اساسی فیلم های ما مکتب بچه ها هستند. ما فیلم برای کلان سالان میسازیم و برده به مکتب بچه ها پیشنهاد میکنیم که من فکر کنم این بسیار بد است و این نفقت هم تو بد، این کاتاستروف است. چخیل ممکن به بچه های چیزایی که برای وی ها ممکن نیست نشان بدیم و قرار کردیم که خب مادامی که تماشابین ما کودک است چرا ما باید برای اینا کار نکنیم. و یعنی ما چند سبب داشتیم که به قرار بریم که برای کودکا فقط کار نکنیم.
واقعا فیلم با تمرکز با روانشناسی کودک ساخته شده است. من این فیلم رو دوست داشتم. من فکر میکنم توانمندی شما و تیمتان از این کاری که پیشنهاد کردید خیلی بلندتر است و در شرایط محدودی که در تاجیکستان است برای فیلم سازی ساختن این فیلم آسان نبود. درست است؟ واقعا ما میخوام یک مثال حاضر ذهنم برسید به چیزی که صحبت کردیم. از ما گفتیم فقط در اطراف زبان. گپ فقط در اطراف زبان نیست، گپ در فرهنگ است. کودکای ما، بچه های ما نه فقط مشکل این که هم با زبان غیر صحبت میکنن و هم رفتارهای غیر میکنن. بله. من حاضر نامشون رو نمیگم، اما بعد از همین دیروز، بعد از پکنه، بعد از نخست نمایش پکنه، یک دوستم قریب گریه میکنه میگه که من تو باید یک گپ گویم، من باید که یک مسئله تقسیم کنم. خب ما رفتیم یک کن چیشتیم، صحبت کردیم و بچه میگه جیانی عزیزم که من باید دوست میداشتم و در روسیه کلان شده، دختر همین دیروز 12 ینور 18 ساله شده است و همین دیروز 22 ینور از خانهش برآمده رفته است. پدر و مادرش به گفته است که من شما که دیگه زندگی کرده نمیتونم، گفته است و برآمده رفته است. این حادثه در روسیه است. اون دختر 18 سال در روسیه بزرگ شده است و حاضر برای این خانواده فوجی بزرگ است. این رفتاری غیر. من فکر میکنم این یک مثال، این خیلی حادثه خیلی زیادن. این واقعا پرابلم کلان است. اگر هنوزم قرار است که ما ملت خودم یا فرهنگ خودم نگاه داریم، باید از پی کودکان شویم. در مورد این که شما گفتید دشوار نبود از نگاه فیلم ساختن یا فیلم برای کودکان ساختن. یعنی که من در نظر دارم که با هزینه محدود که ما فیلم میسازیم این کار برای شما آسان نبود. واقعا شاید اگر من دشوار گفته باشم این خطای من است. این کار آسان نبود. با ویژه شما دست زدید به ساختن فیلم فانتزی که اون یعنی که کاری طراحی خاص میخواهد و این کار ارزان نیست، ولی با هزینه کم این ساخته شد. واقعا مثلا برای همین فیلم لازم آمد که ما همراه دیلاشو برای نوشتن فیلم نامه نویسی 1 اپریل سال 24 سر کردیم و ماه سپتامبر فیلم برداری کردیم. ماه آخر اکتبر، ماه نوامبر 24 ما تدوین سر کردیم. ماه دکبر 25 فیلم تیار شد و 1 سال لازم شد که همین تدوین کنیم و افکت‌های ساختن افکت‌های ویزوالی و 1 سال وقت در کار بود و یکی از سبب‌های کلان همین مبلغ بود. ما امکان نداشتیم که مثلا یگان نفرایی دعوت کنیم که بیاد همین کار کنن. زمانی که من این کارهای میکردم ذهن صنعی این کارهای کرده میتوانست، اما به خوبی انجام داده نمیتوانست و دویومش با فرمت کلان کار نمیکرد. مثلا فقط HD کار میکرده. از ما حالا 4K کار میکنه. حاضر 4K کار میکنه. از ما 6K است. یعنی این خیلی امکانیت های تکنیکی نبود که مثلا از ذهن صنعی استفاده کنیم. چی نظر دارید در آینده از ذهن صنعی؟ بیشتر کار میگیرید یا کمتر خودداری میکنید؟ نظرها گوناگون است. من فکر میکنم که هر چی که به زندگی ما وارد میشود یک جزء زندگی ما میشود
و اگر ما به استفاده نمی کنیم پس ما از زمان خودمون قفا میمونیم. این من از جمله اونا نیستم که محکوم کنم و گویم که نه همون پیشتر من باید همون چیز ارج گذاری کردشم. نه، من با زمان هم قدم میشم برای آنکه مخاطبی من با زمان هم قدم است و اگر من همزمان زمان که همراه نباشم مخاطبم من قبول نمیکنم. درست است. واقعا اگر ما این فناوری را خب این ابزارها را اگر درست و با ثمر استفاده نکنیم، یعنی برای خودمون خطر ایجاد میکنیم، چون که دیگران برای ما این ابزارها رو میتونن استفاده کنند برای جامعه تاجیکستان محتوا سازن از بیرون. درست، خیلی آسان شده است ساخته و فکر جامعه ما را به سوی منفعت‌های خودشان ببرن. حالا با چی کار مشغولی؟ حالا عین حال با نوشتن فیلمنامه برای یک سریال. برای سریال کودکان؟ برای سریال کودکانه نه، برای سریال کلان. برای اینستا سریال قرار هست که مثلا ما چی میکنیم، این بعد فیلم ها برای کودکان میگیریم، اما این کاری که حاضر مشغول هستم این برای زندگی است. مسائل اجتماعی برای خیلی مهم است. از دیگر سریال هایی که مسائل اجتماعی را فرا گیرند و در تاجیکستان ساخته میشوند چه فرق داشته میتوان سریالشون؟ من کسانی رو که با همین کار همیشه بروی سر و کار میگیرند درود میفرستم به همشان. همه آنها آفرینند که همین کار که مشغول هستند و مردم تاجیک با همین کانتنت تاجیکی تامین کرده ایستادند. اگر مثلا حوزه همینا نباشن، تصور کنید اگر همین گونه کانتنت های تاجیکی نباشن حتما مردم یک چیز دیگر غیر تماشا میکنن و من همشان به درود میفرستم. اونایی که حالا گپ درباره سطح و صفات این چیز نیست، حالا گپ درباره این که همین نمودی فیلمی کوتاه، فیلم بلند، سریال، هر چیزی که به زبان تاجیکی باشد و تبلیغ کننده زبان فرهنگی ما باشد باید بسیار باشد. وقتی که بسیار میشد رفته رفته خوب میشد و این که از ویهان چی فرق داشته میتواندش همین که مثلا ما این کار مثلا شاید دوستانی ما این رفیقایی که امروز همین گونه کانتنت های میسازن شاید در یک روز ثبت میکنن و یاشون شاید در یک هفته میسازن، اما ما تلاش کرده ایستادیم که همین مثل فیلم کار کنیم، یعنی همین چیز سطحش از نگاهی حرفه‌ای بهتر پیشنهاد کنیم، یعنی برای آنهای پیشنهاد کنیم که همین خیلی کانتنت وایب نیاز دارن. درست. خب سریال خونه موفق بود و یک سریالی بود که از دیگر سریال ها خب فرق داشت. من این خیلی میگم که سریال خانه و کار کردن برای من گوارا بود و این تجربه کلان بود برای من، برای آنکه تا این وقت من چندین فیلم های کوتاه گرفته بودم اما این خیلی لایحه کلان به کار نکرده بودم با تیمی کلان. اولین تجربه بود این برای من و من فکر میکنم که من در همین سریال خیلی ساخته شدم، خیلی شکل گرفتم. شما یک و یک باره با ساختن فیلمی بلند در حجم 10 قسم دست زده و این یک جرأت میخواست. این برای خودم هم گفتی و یا میترسیده؟ چالش بود. دو دیله شده یا نه؟ شاید همین خیلی بود، شاید راستش گویم سخت دو دیله نبودم برای آنکه
از من چه خطره گویم که هیچ کس تحقیر نکنم اما یعنی من میدونستم که همین یک گل سریالی هستن که 20 صفتشان پس و همین کاری من چه خیلی که نشود خب قابل قبول میشه مادامی که همین چیزا قابل قبول است پس اینم قابل قبول میشه و از این چیزش نمیترسیدم یگانه چیزی که من تلاش میکردم به خودم و ارزش های ما خیانت کردن نکنم برای آنکه تیمی که من کار میکنیم همه بچه های خیلی دانشمند خیلی وی هستن بسیار چیز میدونن در همین ساحه پخته رسیدن پختگی هستن و اگر مثلا این کاری بد شود یعنی این در نزد آنها من باوری خریده نمیتونستم این فقط یگانه چیزی که من باید باوری در نزد همین تیم خودم باید صاحب میشدم. در فیلمسازی یک اصطلاح هست فورس ماژور با زبان ما چی میشد بدبختانه فراموش کردم خوب همین فورس ماژوری که همین حالا شد ما از یعنی که برق خیابان استفاده میبردیم از چراغ خیابان و یک بار خاموش شد ولی ما یعنی که نایستادیم صحبت رو ادامه دادیم یعنی با همین موضوع فیلمسازی خیلی نزدیک است چون این گونه حالت ها در وقت فیلمسازی رخ میدهند ولی یا نباید کاری بله ما همراه دلاشو به قصه دیگر نوشتیم طول 2 ماه 6 تا یک فیلمنامه نوشتیم و همین خیلی شد که من در یک لابراتوار فیلمنامه نویسی اشتراک میکردم در الترناتیو بله در الترناتیو در بخارا اشتراک میکردم و استادم سیگنه از شویتسه بود و در یکی از صحبت های سری چای من از وی خواهش کردم که همین فیلمنامه من یه بار گوش کند و بها گذاری کند بعد وی گفت که خب خوشبختانه گفت من خودم متخصصی که یک عمر برای فیلم های کودکان کار کردم بسیار بخشنده خواهش گوش میکنم قصه کن و من قصه کردم وی گفت که این نمیشه این فیلم موفق نمیشه برای کودکان نصیحت نمیفورد کودکان در همه جا نصیحت گوش میکنن و با سینما آمده با نصیحت گوش کنن یعنی برای کودکان نصیحت نکن برای کودکان فراغت پیشنهاد کن کمدی معجزه این خیلی چیزهای پیشنهاد کن و پیام ها در زیر همین ها پیچانده تیر و این گپ از یک جهت برای من خرسندی آور بود از یک جهت برای من فاجعه بود برای آنکه ما فیلمنامه نوشته شده بودیم و باید الان فیلم برداری سر داشتم و من با بچه ها زنگ زدم گفتم که همین همه سرمایه قبل دیدیم خب به قرار آمدم که مادامی که ما میخواییم برای کودکا کنیم باید همون خیلی کنیم که با اونها یعنی خوردن همین محصولات ما گوارا باشن و به زودی دوباره سری فیلمنامه نویسی شدیم و این قصه تولید شد. اون چیزی که من در این فیلم مشاهده کردم یعنی که در ژانر فانتزی برای نخست برای کودکان ولی تاجیکانه است مثلا فانتزی که ما میپنداریم خاص سینماگران امریکایی است یعنی که اون تقلید با هالیوود یا با فیلم های روسی من ندیدم روسی برای همین من خواستم دانم که رفرنس شما کدام فیلم ما رفرنس نداشتیم من یک مشکل دارم من شرمندم اما من اقرار میشم من تا این وقت فیلم های کودکانه تماشا کرده نبودم من نه گاری پاتر دیگه هستم نه دیگه تمام فیلم هایی که برای کودکان میسازن من همیشه فیلم های آرت تماشا کرده بزرگ شدم و من مخلص این خیلی فیلم ها هستم از بس که من یگان رفرنس داشتم
شاید این یکم موفقیتی من بود، اما من در ذهنم میدونستم که در هم خیلی فیلم ها وجود دارن و من باید کار کنم که کپی فیلم های آمریکایی نباشد و در این باره بسیار فکر میکنم چی کار کنم که یعنی به آنها مانند نشود. خب واکنش بینندگان چگونه بود؟ یعنی اونها یعنی نظر انتقادی داشتند به شما گفتند یا خودداری کردند؟ نه، خدا و شکر من چند نفرهای عزیز داشتم که روی راست به من میگفتند که مثلا این خیلی نظرهای انتقادیشون رو میگفتن، اما در مقایسه از 100 کس 2 کس بودند اینها و برای من خیلی مهم بود که مثلا هم متخصصان ساحه، هم فیلمسازان و هنرمندان و هم تماشابینای عادی، مثلا هم نماینده های ادبیات و رسانه‌نگارها و هم خودی کودکان، یعنی یک چند قسم های و جامعه بودن و قریب که همه آن فیلم قبول داشتن و این برای ما بسیار نشان دهنده خوب حساب میشد. نه خب این حرفایی که شما گفتید نشان دهنده خوب چی میشد؟ آسیب میشد؟ این نرمال بد نیست. بله خوب است. خب اکنون فکر میکنم مادامی که مردم خورده قبول کرد پس ما آرام. این که مثلا چند دوستانم هم نظرهای انتقادیشون رو گفتم قبول دارم یگان اعتراض نمیکنم، با آنها بحث نمیکنم و من بعد تلاش میکنم این چیزهای در ذهنم نگاه دارم. خب این خوب است که وقتی که نظر انتقادیشون رو میگن من یعنی که با وقتی که نظرهای انتقادی درباره یک فیلم گفته میشه از بیرون، یعنی که بیرون از جامعه سینماگران خیلی مهم است، مهمتر است از نظر من. ولی در جامعه سینماگران هم گفته شود از نظر من هم به نظر گرفته شود که این فیلم با کدام هزینه ساخته شده است و در کدام شرایط ساخته شده است. این خب در همه جا همین است، با هزینه فیلم تمرکز کرده بهادهی میکنه. من همین گونه میخوام، یعنی که بهادهی سینماگران من فکر میکنم نباید این خیلی باشد. مادامی که تو قرار کردی که همین محصولات تمام شد، کارت تمام شد و تو الله که به تماشابین پیشنهاد میکنی هر مشکلی که داشتی و مشکلی تو هست، این مشکلی تماشابین نیست و تماشابین حق دارد گوید که اینجا مشکل دارم و تو نباید با قول رو که اپرافدات کنی که من اینجا پول نداشتم. این پرابلمی تو هست. اگر تو یعنی همین اگر تو گفتی که فیلم تمام مرحمت تماشا کنید پس تو دیگر حق نداری این بخواه. اندیشه هاتون اطراف فیلم خواندم. خب قبول دارم، اما مادامی که ما اینجا شدیم رو برای من میخواهم نظرهای انتقادی شما شد. مثلا به فکر شما فیلم چی مشکل داشت، در کجاش چی مشکل داشت، کجاش بود، چگونه میبود؟ خب و اصلا با مؤلف بحث کردن این اینه که فرهنگی درست نیست. یعنی که نباید با مؤلف بحث کرد که این صحنه رو من چنین میبینم، یعنی که این گونه میبود بهتر بود. یعنی که اگر اون نظر
یعنی که اون از تنها دیدی شما بوده میتوانم. درست. ولی وقتی که من این چیز در نظر دارم ولی گویی خب من مشکل در همه فیلم های تاجیک میبینم اینه که همه فیلم های تاجیکستان، همه فیلم هایی که امروز ساخته میشوند در کشور ما، یعنی بوی کمبغلی دارد، یعنی که بسیار چیز نمیرسد در اونجا. مؤلفان تنگ دست هستند. اون صحنه هایی که ساختن میخواهند برای آن هزینه ندارن و در این شرایط من حق ندارم که بگم که این صحنه را این گونه دیدن میخواهم. نه من میدونم. من این چیز از شما پرسیدم که مثلا همین فیلم آیا هم خیلی چیزایی داشت که ما نباید بکده که این چیز پیشنهاد کنیم. من فهمیدم. در قیاس با بسیار فیلم هایی که درباره کودکان است، این فیلم یعنی فیلم پکنه عینکدار موضوعی ممنوع برای کودکان نداشت. و پیش از فیلم شما من فیلم دروغ را هم دیدم که سازندهش رامیش یزدان است و اون فیلم هم با تمرکز با اندیشه کودک ساخته شده است. یعنی اونجا صحنه های ممنوع برای کودک نیست. بسیار فیلم ها داریم که درباره کودک است و صحنه های ممنوع برای کودکان دارد، ولی اون برای کودکان نمایش داده میشد چون ما دیگر فیلم نداشتیم برای کودک. از این جهت من شاد هستم از مثلا روی کار آمدن این فیلم، یعنی از ساخته شدن این فیلم شاد هستم. ببینید بغیر از پکنه عینکدار و دروغ من دیگر فیلم برای کودک ندیدم. شما دیدید در تاجیکستان؟ نه. درباره کودک دیدیم، برای کودک در نظر دارم. راستش بگم ندیدم. من نمیدونم. همه در اطراف ماهی در شخص هرچی گفته ایستادم من ندیدم، نمیدونم. ماهی در شخص خیلی فیلم خوب است، ولی صحنه هایی دارد که فلسفه آن برای کودک دشوارفهم است. برای این فیلم برای دایره خاص است. در تنگنا هم که من و شما در اونجا کار کردیم، شما بیشتر کار کردید، خب من در اونجا یعنی که یک نقش دست داشتم. تنگنا هم درباره کودک است. یعنی اون جنگ زن و شوهر، اون ماجراها با همسایه ها فکر میکنم برای کودک نیست، دقیقا درباره کودک است. موضوع اجتماعی است. موضوع محوری فیلم برای جامعه است، یعنی برای جامعه خردسال نیست. دقیقا. من چرا اینو پرسیدم؟ برای اینکه این یکی از چیزایی بود که من همیشه اطرافش چی میکردم. هرچند که ما در بعد نوشته شدن فیلم نامه با حسین با یک روانشناس و هم تست هم کردیم، یعنی پرسیدیم که یگان از نگاه روانی برای کودکان پیشنهاد کردن چون این مواد اوکی است داده. هرچند مثلا وای گفت اوکی است، همش وای است، در حرف وای من با خاطر بودم که دیگر آدم ها چی میگوین، دیگر روانشناسا چی میگوین. ما با کودکانمون شبگردی رو اجازت نمیدیم، حتی اونا نوجوان هم باشن. یعنی هستیم که این بالا ختم کننده مکتب، ولی شبگردی رو اجازت نمیدیم. درست است. ولی خودمون شبگردی میکنیم، از پای کار هستیم. شما قرار میشوید که ما با فرزندمون خیلی کم صحبت میکنیم، خیلی کم با اونها وقت میگذارونیم. واقعا همین خلاص این یکی از مشکلای همه ما هست. این من فکر میکنم این فقط ایجادکارا نیست،
ما برای آن که ما زمان همین خیلی شده است که ما باید یک چند کار رو به انجام رسانیم. نمیشد که مثلا از 8 تا 5 بگاه یک کار رو به انجام رسونی، بگاه بیایی راحت باشی تا بعد سحر راحت باشه و در اختیار خودت و خانواده باشه. برای هم که زندگی تمرین کنیم همه شبانه فکر میکنم که باید چی کار دیگه هم کنم. حالا شما گفتید که من بعضی چیزای خوب بیابم همراه فرزندان تماشا میکنم. گفتید من همین کار کرده نمیتونم، من فرزندان به میفرستم یا اینستاگرامشان یا لپتاپشان میفرستم که تماشا کنم. چند ساله هستن فرزندان؟ فرزندان کلانی صنف 10 میخواند، دویمش صنف 9 میخواند. هر دوش بهم تلفن دادم. از چند سالگی تلفن؟ یک سال از 13-14 ساله هم یا تلفن دادم. اول قرارم میشه بود که و هم نشون میدادم تلفن من میگفتم 18 ساله شد بعد تلفن خریدم. لیکن بعد یک روز دیگر همین فکر به ذهنم رسید که این حاضر یک جزء زندگی هست. چشمشون عادت کنن. اینا باید با این مناسبت کردن. نشود که 18 بعد رو بعد چه کاره این که مناسبت کردن فکر کنن. و همچنین مثلا خاصه برای یکی از سببای این کار کردگیم یعنی برای ذهنی صنعی و این چیزها بود. این ابزارها رو آموزن. این ابزارهای آموزن و شناسن با دنیای امروزه آشنا شوند که مثلا به این فریبگر رو گنده باشده کازه به دام فریبگر رو با آسانی نغلطن و همین چیزه حاضر چی کنن. البته ارتبایش هست ولی نظاره. گوگل یک چیز خوب دارد، فامیلی لینک گفتن یک چیز دارد که تو میتونی کنترل روسا ردیتیسکی کنترل بگم و یا تلفنشون یک روز به 5 ساعت کار میکنن. اینا کی خواهن استفاده میکنن یکی 5 ساعت معیار دارن و بعضی برنامه های استفاده میکنن با در علاوه وقت دارن مثلا نیم ساعت زیاد و استفاده کردن نمیتونن. و شما هم میبینید که کدام برنامه ها رو اونها کدام برنامه رو استفاده میکنن، به کجا میدارن، چی کار میکنن. بیشتر چی تماشا میکنن؟ بیشتر انیمه تماشا میکنن. سریال های چیز تماشا میکنن، کوریاگی. من یک چند بار گفتم که این چیزهای نبینیدم. این چیزها ولی شما با بر وقت من چند بار گفتم از دو سر همین از بس که همه و یاشون همسالاشون میبینم اینا هم میخوام بینن. وقتی که من از اینجا چی میکنم اینا میرن از تلفن هم صنفاشون تماشا میکنم. من نخواستم اینها در همین احساس داشته باشم که من یک آدمی جلادی هستم که اینا و همه چیز ممنوع میکنم و این چیز میان من و آنها فاصله به وجود میده. من نمیخوام من میخوام که اینا من نفری باشم برای اونا که اگر مشکل داشته باشم اولین نفری باشم که من به مراجعت کنم. شکر همین خیلی است. همین هر مشکلی که میشه من به مراجعت میکنم و انیق میدانند که من همین مشکلشون حل میکنم و آنهای هیچ وقت چی نمیکنم جنگ نمیکنم برای همین بایشان برای خطاشون جنگ نمیکنم و شاید من نمیدونم وای هم به این چخیل وای میشه. شاید این سخت میرسد که من با های جنگ نمیکنم ولی که من همه خیلی میکنم. درست است ولی می‌آموزید که این خطا است. میگم که خب دیگه این کار تکرار نکن. میگم اما چون این کار کردی دیگه بعد بچه نمیکنم.
درست است. پدر خوشبخته. فکر میکنم من نمیدونم فرزندم چه خیلی قبول میکنم. شاید و یا میخوام من بیشتر با اونها باشم. شاید نه دقیقا بیشتر با اونها باشم. شکر ماه‌های آخر همین چیز دست داد. بعد تمام کردن فیلم پکنه من بیشتر وقت رو با خانوادم میگذارم. با هم خوراکی شام میخوریم هر شب.